سیاست دولتی پشت این تلویزیون باشه بگیم ما مثلا جمهوری اسلامی یک افکاری بخواد پیش ببره و در اون راستا کمک کنیم. ولی خب به هر حال در تلویزیون تیش به عنوان کسی که من حدود 1 سال و نیم، بیشتر از 1 سال و نیم اینجا بودم، چون به هر حال حساب ماها رو دقیق نیست در ذهنم نیست، اما به عنوان کسی که در عرصه سیاسی در این تلویزیون، چون به هر حال این تلویزیون یک رویه سیاسی است در پیش گرفته و ما هم افتخار همکاری 1 سال و اندی رو در این تلویزیون داشتیم، چون در ایران بحث بر سر مشکلات زیادی است، چه مشکلات اقتصادی هست، چه مشکلات فرهنگی هست، مشکلات اجتماعی هست و هر آنچه که در طی 30 و چند سالی که از عمر جمهوری اسلامی ایران میگذره بر مردم ایران روا رفته. اما در یک نکته ما سعی میکنیم یک تفاوتی با دیگر رسانه ها داشته باشیم. بله. و اون ببخشید تماس تلفنی از نروژ داریم. یکی از دوستان رو خط تلفن هستن. سلام عرض شد دوست گرامی از نروژ. الو جانم. سلام عرض شد. من نروژ زنگ میزنم. تبریک میگم به روز تیشکده. تبریک بهتون میگم، تبریک به همه ملت کرد میگم. منتها من یک چیزی خاصی دارم. من پیشمرگه حزب دموکرات بودم و فلجم هستم. جدا شد وقتی حزب دموکرات اینطور شد من دیگر نشستم و به هیچ کسی کار ندارم. منتها من یک رجایی دارم. بله البته من یه خواهشی از جناب عالی دارم. امشب در واقع قبول کنی. بله. هم دیگر رو قبول کنی. میدونم امشب درباره چی عزیز من، میدونم، خوب میدونم. منتها رجا دارم اگر بتونن با دل فراوان هم دیگر رو قبول کنن. هیچ وقتی از این تلویزیون من چیزی نشنیدم بگن ما بیایید هم دیگر رو قبول کنیم. این دو پارچگی بدبختی برای همه ملت کرد، برای هممون. خدا حافظ. بله خیلی متشکر از جناب عالی، از تماس جناب عالی از هولر. سلام بر شما دوست گرامی. شب بخیر دوستان عزیزمون. شب جناب عالی هم بخیر. رحیم حبیب زاده از اربیل با شما تماس میگیرم. ضمن که بعد از 5 سال طول برنامه‌تون و تولد تلویزیونتون به همه دوستان عزیزمون از این کانال تیش تیوی و تمام خانواده محترم شهدا و برادرانی همسنگرمون عزیزان همرز اون خیلی متشکر و دستون در نکنه. خیلی مقدم به دوستانی که تشریف دارن نشستن دستشون در نکنه. یعنی خدمت راست کنم واقعی اینه دست تاسی صحبت نکنیم. اگر یه مقدارم اشکال پیش اومد باید من رو ببورید. دوست عزیزمون خدمت کنم تو بلقاتون احتمال داره این اشکال داشته و داره و امیدوارم این 5 سالی که گذشت یعنی بله متاسفانه صدای ایشون قطع شد، تلفن ایشون قطع شد. بله آقای بهنامی فرمودین. داشتم اینو خدمت شما عرض می‌کردم که در ایران مشکلات فراوان هست، اما یک گوشه‌ای رو من خودم سعی می‌کردم در بین برنامه‌ام بیشتر بهش اشاره کنم و به نظرم سایر همکاران شما آقای قربانی اقدم و سایر دوستانم بیشتر در این زمینه کار می‌شد و اون ستم ملی هست. چون مشکلات زیاد هست و اکثر رسانه‌ها درباره اون صحبت می‌کنن و درباره اون برنامه‌ها رو ارائه می‌کنن، ولی خب یک مسائلی هست که خاص خود ملیت‌ها هست، مشکلاتی هست که فقط خود ملیت‌ها اون رو چشیدن، اون رو درک کردن و اون رو می‌دونن و دوستان و کسایی که از به قول من حالا ما چون کرد هستیم به عنوان کرد ببخشید چون از کردستان باید قطع کنیم جناب عالی رو. آقای قربانی بفرمایید. بله به گوش میداد از کردستان. سلام عرض شد از کردستان. الو بفرمایید روی خط هستین شما. الو سلام عرض شد جانم. درود بر شما.
سلام، درود بر شما عزیزانی که در تلویزیون تیش کار میکنید. تشکر. الو، سلام، صدا ما میاد؟ بله، صدای جناب عالی میاد. بفرمایین، هر صحبتی دارین بفرمایین. سلام آقا جمال گل. مرسی، قربان شما. پنجمین سال روز تأسیس این تلویزیون پربار را به همه شما عزیزان و خانواده محترم شهدا و زندانیان سیاسی و حزب دموکرات کردستان ایران و تمام ملت کرد تبریک عرض می‌نمایم. شکی نیست که تلویزیون تیش یکی از اون رسانه هایی است که صدا و سیمای ملیت های مختلف ایران است و در بخش فارسی این تلویزیون این امر مهم به خوبی واضح و آشکار است و خیلی از اون تبلیغات نادرستی که دشمنان ملت کرد و ملیت های دیگر ایران نسبت به کردها جهت بدنام کردن آنها کردن توسط تلویزیون تیش الغا شده و گام های مهمی در جهت برابری و دوستی ملیت های مختلف ایران نهاده. امیدوارم همچنان در راستای صلح و آشتی و دوستی برای تمام هموطنان ایرانی قدم‌های بزرگتری بردارد. دوباره و چند باره به شما عزیزان تبریک میگویم. زیاد وقتتون رو نمیگیرم. خدا نگهدار شما. بدرود. خیلی ممنون. ما هم پنجمین سال روز و ششمین سالگرد تأسیس تلویزیون تیشک رو در واقع به همه بینندگان عزیز این تلویزیون تبریک عرض می‌نماییم. همچنان هم منتظر تلفن‌های شما دوستان هستیم. بله آقای بهنام، در مورد ستم‌های دیگه صحبت می‌کردیم و گفتیم که در واقع ستم ملی در تلویزیون تیشک بیشتر ترکیز شده روش. بله، بیشتر به این خاطر است چون به عنوان مثال عرض کردم خدمت بینندگان، خود من حس می‌کنم در بعضی از رسانه‌ها، بعضی از تلویزیون‌ها به این امر زیاد تکیه نمی‌کنن یا اهمیتی براش اون قائل نیستن و یا از درجه اهمیت کمتری برخورده از این مسئله برای اونا. برای همین خود من به شخص سعی داشتم در برنامه‌ها بر روی این نکته تکیه کنم، چون به عنوان مثال در رابطه با زندانیان سیاسی که بعد از انتخابات سال 88 به زندان افتادن و مشکلاتی از همه رسانه‌ها صحبت می‌کنن، ولی کسی از زندانیان سیاسی کرد که طی 32 سالی گذشته که در زندان‌های جمهوری اسلامی بودن هیچ صحبتی نکردن و یا اگه بعضی وقتا به عنوان مثال محمد صدیق کبودوند هر از گاهی ما یک خبری میشنویم به خاطر اینه که ایشون مثلا به یک درجه رسیدن که اکثر رسانه‌ها اونو میشناسن و بعضی وقتا یک نکاتی پیش میاد، یک مسائلی مشکلاتی پیش میاد که همه ناگزیرن صحبت کنن. وقتی اکثر رسانه‌ها صحبت میکنن اون دوستان و عزیزانم مجبورن در اون زمینه هم صحبتی داشته باشن. برای همین ما در کنار این که به تمام ستم‌هایی که در ایران بر تمام مردم میره، چه از لحاظ فرهنگی چه از لحاظ اقتصادی و کلاً ساختار سیاسی که تمامی بند این قانون اساسی رو ما در نظر بگیریم، از اصل اولش که یک دین رو به عنوان دین رسمی اعلام میکنن و در اون دین هم یک مذهبی رو به عنوان مذهب رسمی اعلام میکنن، زبان رسمی اعلام میکنن، در صورتی که کشوری که سابقاً به زبانهای مختلف در طول تاریخ صحبت کرده الان هم همون فرهنگ و اون زبان هست، اون پیشینه هست، ولی خب یک زبان رسمی، اینو سریع خدمتتون عرض کنم چون گویا اشاره میکنم بازم بیننده هستن، یک زبان رسمی اعلام شده و همه نگاه ها به یک سمت و سوی رفته و دوستان و عزیزان ملیت های مختلف تقریبا به فراموشی سپردن. ما سعی میکنیم بیشتر در این زمینه در اون ستم ها صحبت کنیم چون سایر دوستان در سایر نکات برنامه خودشون رو دارن. البته رسالت تیشکم در واقع این بوده و تا جایی که توانسته این رسالت رو پیش برده. از بریتانیا، از انگلیس دوستی با ما هستن، هیوا. سلام عرض شد آقای هیوا. سلام عزیزان، قبل از هر چیز دوست دارم که عرض ادب کنم خدمت شما عزیزان و همه دستاندرکاران تلویزیون تیشک. فرصت خوبیه که 5مین سال تأسیس تلویزیون تیشک رو به همه شما و کلیه دستاندرکاران تیشک تیوی و هممیهنان عزیزم در کردستان ایران تبریک بگم و من فکر میکنم که در واقع تأسیس تلویزیون تیشک موفقیت با ارزشی بود برای مردم کرد در کردستان ایران
در چارچوب مبارزه ملی خودشون در طی این چند ساله و همچنین دستاورد با ارزشی برای بخش مطبوعاتی حزب دموکرات کردستان بود. من فکر میکنم در طی این 5 ساله عزیزان تلویزیون تیشک به عنوان یک پلتفرم مطبوعاتی تونسته که در واقع کار مهمی رو انجام بده. یکیشون به هم نزدیک کردن بیشتر جامعه کرد در کردستان ایران با همه طیف‌های مختلف و بخش دیگر کار مهمی که من فکر میکنم حداقل با توجه به امکانات کمی که در اختیار داشتن در فاصله این 5 سال رسوندن مشکل ملی و مبارزه ملی دموکراتیک کرد، ملت کرد در کردستان ایران به گوش جامعه ایران دوباره با همه طیف‌های مختلف اجتماعی است و من امیدوارم که با مکانیزم‌های بهتر و سازنده‌تر در بحره تاریخی که هستیم بتونیم که بیشتر صدای آزادیخواهی و دموکراتیک ملی کرد و از این پلتفرم رسانی خودتون به گوش بقیه اقوام ایرانی برسونین و امیدوارم که در کارهاتون موفق باشین. خیلی به هر صورت خیلی متشکر و سرفراز باشین. بله، شب خوش، بدرود، سپاس از جناب عالی. فکر کنم قطعه موزیکی بشنویم. بله. بعد بیشتر در خدمتتون خواهیم بود و صحبت خواهیم کرد. اگه دوستان آماده باشن در خدمتشون خواهیم بود. فکر کنم این بار نوبت موزیک کردی هست اگه اشتباه نکنم. بله بله، با موزیک کردی. جگرم رساس دلگیم بولایم اره کرات و حنا گلا کردی البام نکیم آی دران گنده من زیکلوش برخویم